بچم لوای بابا شما اینجا چه تماشا داره؟ اعلام برای جای کار بوده بابا جان. رحمت بچم سلام رحمت. وای این تو کسب کارهای خوش رو وکر السلام علیکم بچه اصلا نبخشی یک چیزک پرسم تا این همه جده اعلانی برای جای کار نوشتگی بوده کارگر در کار بوده ایشونه این کسب کارا رو نوشتم نه که نفهمیدم که این کارگر در کجا در کار باشه اینا سراغاش پوینده نستگیه بابا بجام یاد دیگه موسفید شده موقع این حرفای مایده خطی موسفیده رو به نظر نگرفتی هم رحمت جون رحمت سراغا مرحمت دی السلام علیکم بچه و علیکم برسلام ممکنه مرحمت بیاید بابی بیاید هر سلامت باشه چی مسئله خدی بابی جان؟ انا بچه من در همین بیرون یک اعلان خواندم خوب از روی اختصاصهای زیرین کارگر لازم است معلم زبان انگلیسی معلم زبان روسی معلم کامپیوتر الان در تگوش باشه این همین سراغی شما نوشتی که بچه درست آیه ماده در کار آخی بابی جان ماده اعلان شما من خطا نکردم درست آمده بودم بچه درست بابی جان انا شما یعنی که معلمی زبان انگلیسی که ما ها نه زبان روسی ها نه بچه نه من روسی رو تماما نمیفهمم متخصصی کامپیوتر؟ نه کامپیوتر رو تماما نمیفهمم بچه نه کامپیوتر رو نمیفهمی زبان روسی رو نمیدونی نه انگلیسی رو هم نمیدونی نه خب بابی جان اینجا برای چی اومدی؟ بچه موقعی من آمدم که شما رو آگاه کنم که با یک با امیدی من نشوه